وزیر الان داره اینجا صحبت میکنه که لحظه اول رسیدیم اونجا ساعت 7 تصادف شده، ساعت 10 هیچکی نبود. بعد از که همه مودمتون دادن تموم شده رسیدن اونجا. ساعت کدوم امداد؟ ساعت امداد کرد رسیدن اونجا. چیکار کردید با دست دو تا هلیکوپتر اومده دنبال کپسول آتش نشانی میگشت. اورژانس نازال هلیکوپترش دنبال کپسول آتش نشانی میگشت که ببره اونجا. گفتم عزیز من اونجا با 100 تا کپسول هم خاموش نمیشه. این همه جان دادن اونجا. کجا بودن این مسئوله؟ دوستان بغلم جان کجا بودن؟ من میگم بیرون مسئول اگه قطار خرابه چرا فرستاده دوده؟ 36 دقیقه ما تصادف کردیم، قطار بهمون خورده. 10:30 هلیکوپتر اومده، آمبولانس اومده. 10:30 بخیه نداشتم، ما پرستار داشتیم تو قطار. ست بخیه نداشتم. به خدا بتادی نداشتن که سر شکسته بود. خون می‌ریخت. من ملافه رو گذاشتم تو سر. همشهریای ما جون دادن. حالا وزیر اینجا بیاد بگه که لحظه اول ما رسیدیم اونجا. 2 ساعت و نیم بعد امدادگرا رسیدن اونجا، آتش نشانی رسیدن اونجا. کجا رسیدن؟ بعد از که رسیدن اینا هیچ امکاناتی رو نداشتن؟ نه اصلا هیچ چیزی نداشتن. تو بقیه خواستیم ندادن بهمون. گفتن نداریم. مسیر نبود نمیتونستیم بیایم اینجا. تازه تو محل آتش سوزی هم نبود. قطار کشیدن جلو. بعد اونجا چند تا آمبولانس 3 تا 4 تا آمبولانس اومده 2 تا هلیکوپتر. هیچ امکاناتی هم نداشتن. ست بقیه خواستیم ندادن بهمون. آتل نداشتن. هیچ امکاناتی نداشتن. بعد از 3 ساعت پلاکارد آوردن که مزرعه بذار تو آمبولانس و تو هلیکوپتر. بس سلام. وضعیت مجروح اون دانه چه شکلیه؟ معلومه که الان تو بیمارستانه. اونایی که صبح همه‌شون تموم شده. خدا رحمتشون کنه. 2 ساعت بود بالگرد نیومده بود. اصلا هلالتمند نیومده. همه‌شون بچگی‌های خود بودن. همه اینا پر زدن. طرف داشت یه نفر نیومد. فلان چشم بود همه‌شون پرپر زدن. طرف داشت سام میداد. همه یه بخاطر ساعت سرداری می‌کردیم. همه‌شون رفتن. یه نفر بود تا ساعت خانواده‌اش از دست داده بود پولسا. میگفتن بدبخت. 2 تا بچه داشت. یکی 9 سال یکی 4 سال. میگفت بچه 4 سالم نیم ساعت قبل گفت بابا مشهد چه شکلیه؟ دیوونه میشد. حاج مهدی